تنها چیزی که همیشه از خدا خواستم از من نگیره، یکی عشق به خودش، یکی امیده. اگر دست خودم بود شاید مسیر برام راحت‌تر بود اگر از کودکی وارد نمی‌شدم. فیزیک مثلا توپله، یه موی فره، مثلا پوست سبز، خب این خیلی دلچسب‌تر و خودشو میگه. آره بچگی خودم دارم گذشته رو دارم. گفتم آقای مهرجویی و همه چشا اینجوری میشد و من یه تعجب می‌کردم، گفتم چرا انقدر همه تعجب میکنن؟ اگر الان میدونستم قرار برم جلوی دوربین تورج منصوری از 4-5 روز قبلش بعد پوکساید می‌خوردم. علی صادقی میاد میگه برو بگو معصومه بیاد و اینا، من دیگه لاخلاص واسه قرار نبود با اون کفشه بزنه تو سر من. اصلا نه تو تمرین، تو ضبط یهو زد. اصلا ریاکشن هم اگه دقت کنید الان ببینین خیلی واقعی. برق چش تو مهمان مامان برای ما شما عزیز شدی. آره. سلام به بیننده‌های خوب رسانه آف رکورد، وقتتون بخیر باشه. مهمان عزیزی داریم امروز که بخوام معرفیش بکنم خیلی ویژگی‌های خاص داره، خیلی رزومه خاص داره. از 7 تا 15 سالگیش بیش از 30 اثر سریال و فیلم سینمایی داشته. شبکه خانگی‌هاشو بخوام بگم نوبت لیلی، شاهگوش، سیاوش، جنگل آسفالت و برتا رو داره. علیرضا جعفری نازنین. خیلی مخلصیم. منم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. چه رسمی هم شروع کردم. آره. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. در خدمت. و تاج سر من، رئیس من، استاد من، جناب آقای بحرینی که افتخار دادن ما امروز در خدمت شما باشیم. خیلی مخلص. آقای جعفری عزیز، من همیشه به رسم اون قسمت‌هایی که ما در خدمتتون هستیم، من دوست دارم که از طرف شما و نگاه شما مهمون ما معرفی بشه. شما بخواین آقای جعفری رو معرفی کنین چی میگین؟ جناب بحرینی. من میگم جزو معدود بازیگرایی که تونست از فضای کودکانه و نوجوانانه و اینا بره جلو و یه مرزی رو رد کنه. بازیگر جوون فوق‌العاده‌ای باشه. خیلی سخته، مثل که تو جهان سوم سخت‌ترم هست و گیر نیفتاد، گیر نکرد، عبور کرد. بازیگر محکم که اون بخشای حضورش در سنین کودکی الان باعث تجربه شده دیگه. اخیراً یه مندی میذارن تایی بعضیش تجربه مند شده و بله. بعد اونام احساس میشه. این سابقه خیلی کمک میکنه به امروز پا رو زمین سفت و با توجه به این مسیری که تا الان اومده من فکر کنم یه 30 سال 40 سال دیگه هم راحت بتونه بره انشالله. و شما یه جمله خیلی جذابی رو گفتید که مهمتر از همه انتخاب آقای مهرجویی بودنش. آره دیگه، ما به انتخاب آقای مهرجویی باید احترام بذاریم و ملیکا شریفی نیا فکر کنم بله. کودکی نوجوانی بله. کار کرد. گلشیفته فرانی. بله. حتی خانم خود مهراب شریفی. آره خود مهرابه و چند نفر که واقعا باید می بودن. مثلا اون آقای تو درخت گلابی اصلا باید بازیگر سینما میشد دیگه. بله. حالا نشده دیگه، نمیدونم چرا واقعا. خود اینم حالا میگم خیلی جای بحث داره، چون من یه چیزی رو خودم هم تجربه کردم. به نظرم این خیلی جای بحث داره. یعنی این به قول شما این که اونور حالا یک سری مثل خود خانم پورتمن، حالا خیلی دیگه که تو کودکی بازی کردن و میان و ستاره میشن، برعکس اینجا یعنی درصد این که تو عمل میکنه. آره این درصد این که شما توی کودکی موفق باشی و در بزرگسالی همون رو ادامه بدی خیلی کمه. چرا؟ دلایل مختلف داره. خیلی وقتا به نظرم میگم من حرفی که زدم، میگم اگر دست خودم بود شاید مسیر برام راحت‌تر بود اگه از کودکی وارد نمی‌شدم. ولی خب این دست من نیست و خب این یه ویژگی‌هایی هم داره. به هر حال من تو اون دوران تجربه‌های خوبی رو کسب کردم. این افتخار رو داشتم که توی فیلم آقای مهرجویی کار کنم یا با کارگردانای بزرگی دیگه کار کنم. این خیلی به من کمک کرد. یعنی در واقع از یه بابت خیلی کارو برای من سخت کرد، چون بچه در هر حالتی یک صداقتی داره که من نظرم خیلی دوست داشتنیه، خیلی جذابه. یعنی ما اصلا به خاطر همین دلیل بچه‌ها برامون خیلی شیرینن، به خاطر اون عدم کلک است، عدم رندی است. و خب این اگه ترکیب بشه با یه فیزیک مثلا توپله، یه موی فره، مثلا پوست سبز، خب این خیلی دلچسب‌تر و خودشو میگه. آره بچگی خودم دارم گذشته رو دارم. یه افسردگی هم میاد سراغ اون دیگه خیلی به نظرم آدما. چیز دیگه به نظرم خیلی برمیگرده به کاراکتر اون
آدم سراغ من نیومد. حتی وقتی داشتم تغییر فیزیکالی خیلی عجیبی میدادم، هم به لحاظ بدنی، هم به لحاظ قدی، هم به لحاظ صورت، صدا، همه چی، این سراغ من نیومد. خب برمیگرده شاید بالا به کاراکتر خودم، ولی میگم اون صداقت باعث میشه که شما در ادامه کار برات سخت بشه. یعنی مثلا من وقتی رفتم جلوی دوربین آقای مهرجویی، خب مثلا هر جا میرفتم تو کارهای دیگه مثلا میگفتن قرارداد میخوایم باد ببندیم، الان سر کار کی هستی؟ مثلا من خب اسمشون رو شنیده بودم، خدا رحمتشون کنه آقای مهرجویی رو، خدا رحمتشون کنه. میگفتم آقای مهرجویی و همه چشا اینجوری میشد و من هی تعجب میکردم، گفتم چرا اینقدر همه تعجب میکنن؟ خب من یه اسمی گفتم دیگه، چون من 10 سالم بود و هیچ ذهنیتی از اینکه دارم با چه بزرگی کار میکنم واقعا نداشتم و به خاطر همینم وقتی میرفتم جلوی دوربین همونقدر راحت و همونقدر خودت بدون بودی بدون استرس. یعنی این بر نمیگرده به نظرم به استعداد یک، یعنی بخوام خیلی صادقانه بگم بر نمیگرده به استعداد بازیگر. یعنی این گولو خود اون بچه میخوره و بقیه هم این گولو به اون بچه میدن که تو مستعدی به اون فکر میکنه همین روند براش هست، یعنی میره و ستاره میشه، در صورتی که اصلا بازیگری یه مقوله خیلی به نظر من. با این تعریفی که میگی یعنی هر پسر بچه 10 ساله جای شما بود همون میشد خروجی؟ نه میگم این شاید به خانواده، به هوش اون هوش اجتماعی، هوش یه کشفی اتفاق افتاده. بله میشه گفت. من خب چون از علاقه اصلی من فوتبال بود، من خیلی فوتبال دوست داشتم، کلا خیلی ورزش و علاقه من بودم، دیدنش و اجراش و اینه. تقریبا همه ورزش‌ها رو هم تست کردم. آره خیلی دوست داشتم، ولی خب چهره اون طبقه است، چهره بچه اون طبقه است. بله. بعد هوش تو چهرته، شیطنت تو چهرته و انتخاب خیلی درستی بودی. بله. حالا آقای مهرجویی اصلا فیلم کودکانه نساخته، ولی الان که شمردیم دیدیم بیشترین تعداد خروجی درست بازیگر کودک مال فیلم ها ایشونه. خیلی اتفاق ما میبره. البته من قبل از یعنی کلمتون قبل از آقای مهرجویی کار کرده بودم. من 2-3 سال قبلش هم با آقای اسدیان بچهای خیابان کار کرده بودم، فکر می‌کنم 2 سال قبلش هم یه تلفیلمی کار کرده بودم. حالا امیدوارم هر جا هستن سلامت باشن، آقای سمسامی و آقای حامدی خان. بعدش در واقع رفتم سر کار مهرجویی، ولی خب چیزی که باعث شناخت من شد همون. یعنی خیلی با حس انتخاب می‌کرد و خیلی قاعده‌مند. بله حتما همینطور. و رخ به نظر من خیلی برای آقای مهرجویی بود. یعنی همیشه نمایش درستی می‌بینی. اصلا عکسای فیلم‌های آقای مهرجویی هم عکسای درستی. بله. و تو اون طبقه خیلی خوب شناسایی شده. یه چیز دیگه که علیرضا جعفری رو برای من خیلی جذاب کرده واقعا اینه که دنبال حرکت جذابی اصلا نیست، یعنی اصلا نه دنبال حاشیه. آره. و انقدر این آدمو مثلا من ندیدم تو اینستاگرام و مثلا یه چیزی، چون یه سری چیزا آمادم هست برای این تیتر بازیگر نمیدونم مهمان مامان فلان شد، یه عکس الان تو بذارن یه عکس قبل تو، مثلا پشت نظر عمو رو بگیری یا یهو خلاف نظرش بگیری، این چیزا یاد گرفتیم دیگه. ولی خب شما اصلا اهل هیچ کدوم از اینا نبودی و اصلا انقدر نبودی که من اصلا هیچ موقع به این فکر نکردم که شما صفحه اینستاگرام اصلا داری یا نداری. چون من که شما رو دنبال میکنم آقا. شما لطف داری به من. خب من آدم بی حیایی ام. نفهم. من دارم حیای شما. من بیشتر دوست داشتم حالا کلمه عامیانه‌اش راحت باشم، دوست داشتم حال کنم، یعنی دوست داشتم کیف کنم از این فرصتی که دارم و در واقع زندگی کنم. یعنی فرصت این نبود که بخوام حالا برم تو این افسردگی که حالا چون مثلا در کودکی مثلا 30 تا کار کردم الان چرا مثلا ناراحت شده بودم ولی تو اون سن مثلا 14-15 سالگی که اتفاقا توی اون تایم من یه اپیزود با آقای خدا رحمتشون کنه آقای پوراحمد کار کردم توی پرانتز باز تو اوج دوران بلوغم، فکر می‌کنم مثلا 14-15 سال. کارنامه خوبی داره. اصلا یه متنی توی چیز بود، توی کتاب ادبیات دوم دبیرستان بود فکر می‌کنم، چند تا کارگردان اسپرده بودن که من خدا رو شکر با 3 تاشون کار کردم، یعنی هم با آقای مهرجویی، هم آقای پوراحمد، هم آقای میرباقری که اتفاقا شروع کار جدیمو توی سن نوجوانی از کار آقای میرباقری میدونم، از سر شاهگوش که 17-18 سالم بود. یعنی اونجا اتفاقا برای من همه چیز اصلا فهمیدم که برم بدونم مثلا از تازه برات جدی شد این که اصلا لباس چیه، گیریم چیه، حواسم به بازیگر مقابلم باشه، حواسم به خودم باشه،
ببینم اون بازیگر چی کار میکنه، اون یکی چه جوری دیالوگ میگه. یعنی قبلش که اصلا نبودم، اصلا رو زمین نبودم، یه جای دیگه سیر میکردم. بازی بود برات. آره، ولی از اونجا برام خیلی در واقع قضیه جدی شد و خب خیلی هم جذاب بود. مهمان مامان رو شروع کنیم که اصلا چجوری شدی انتخاب آقای مهرجویی و پذیرفته شدی؟ قطعا خب بچهای زیادی بودن که هم سن و سال تو بودن و اینا. بیا ما رو ببر اون موقع، اون دوران. سال 82 بود، من فکر می‌کنم آقای پورشیرازی، خدا حفظشون کنه، راجع به آقای پورشیرازی هم من یه صحبتی بکنم چون خیلی دوستشون دارم، خیلی زیاد، نه به خاطر آقای پورشیرازی بودنشون، نه به خاطر اینکه بازیگر خیلی قدر و گردن کلفتی هستن، به خاطر منش و مرامی که دارن. بعدا یادم باشه که اصلا همین الان آره چقدر صحبت میکنم این پویسر. بفرما آقا ببخشید باید بیاریم هی. آره ببخشید. نه اینجا هستید که خیلی اصلا خوبه که داری میری جلو. آره. سال 82 بود، آقای پورشیرازی با امیرخان عموی منده در واقع یه گفتگویی داشتن، گفتن که یه فیلمی رو دارن آقای مهرجویی شروع میکنن و دنبال یه پسر بچه 10-11 سالن و من از طریق امیرخان معرفی شدم به آقای پورشیرازی و از طریق آقای پورشیرازی در واقع معرفی شدم به مرحوم مهرجویی و اینجوری شد که این اتفاق افتاد. سختگیر بود نبود تو میون اون همه بازیگر خوب؟ من چیزی که یادمه میگم، چون هیچ تصویری من از اون اسامی که اونجا بودن، مثلا من اگر الان میدونستم قرار برم جلوی دوربین تورج منصوری، از 4-5 روز قبلش باید پوکساید میخوردم. ولی خب اون موقع مثلا تصویری که مثلا استاد منصوری کیان یا استاد شاه ابراهیمی طراح صحنه است، یعنی آدم هایی که به هر حال من بزرگتر شدم فهمیدم که من با کیا کار کردم و اون موقع اصلا انگار نه انگار که اصلا نمیشناسم، یا مثلا بازیگرایی که داشتی آره یا بله کار خود می‌کردی. خانم آدینه خدا حفظشون کنه، یعنی واقعا بازیگر درجه یک، خود آقای پورشیرازی، آقای پیروزفر، آقای حیایی، خیلی های دیگه، خانم مقالو، خانم سپاه منصور، ملیکا شریفینیای عزیز، خانم اولوف. شیطون بودی توی سکانس و صحنه؟ من برعکس چیزی یادته؟ فیزیکی که داشتم و اصولا فرم اون صورت که همه فکر می‌کردن شیطون بودم و اینا، خیلی حرف گوش کن بودم. یعنی خیلی بچه حرف گوش کنی بودم. با کی اونجا بیشتر از همه ارتباط گرفتی از بازیگرا؟ من دیگه میگم چون بچه بودم و اینا خیلی یعنی در واقع محبوب گروه بودم، ولی فکر میکنم خانم مقانلو یه جورایی و خود خانم آدینه با این دوتا عزیز مامان بودن بله بیشتر. قشنگ مادر بودن و من یادم که شبکاری‌های خیلی زیادی داشتیم سر اون کار، فکر میکنم مثلا بالای 50 شبکاری‌های خیلی زیاد، ولی چیزهایی که تو ذهنم مونده همش تصویرهای خیلی خوب، خیلی خاطر انگیز و خیلی یه سکانسی بود استاد این ماهیه رو جراحی میکرد امی حیایی، خیلی جذاب بود. خیلی اصلا کلا به نظرم یکی از ایرانی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ماست و به نظرم هر ایرانی که این فیلمو میبینه یا در گذشته تجربهش کرده یا در حال یک چیزی رو از تو اون فیلم در خودش میبینه و همین باعث میشه که خیلی اون فیلمو دوست داشته باشه. پیروزفر چه معتاد خوبی بود. پورشیرازی چه مرد هرس یه چیزی توی رسانه و اینا خیلی مد شده، مثلا من از میان 847 بازیگر بعد از 14 سال و 25 روز مثلا انتخاب شد. یه بخش عمده ایش اداست، انگار این آماره هر چقدر بیشتر باشه مثلا شما آدم خفن‌تری است، یا اینکه هر چقدر گرسنگی کشیده باشه. آره فقر در ستایش فقر. آره فقر فضیلته مثلا خیلی خوبه. یه مقطعی انگار همه پیک موتوری بودن یا دست فروش بودن، دور میدون آزادی میخوابیدن. اون موقع آره اون موقع اصلا هیچ مملکت، هیچ مهندسی، هیچ کارمند میشه دیگه، یه سری چیزا آره. میشه. آقای مهرجویی خب بحث اصلی در درون خودشون بوده همیشه برای انتخابا، اصلا کار به تست نمیرسید. یعنی اگه بگی تست برای آقای مثلا ایکس 40 مرحله است، برای آقای مهرجویی 38 مرحلهش در خودش بوده. یعنی 800 تا رو دعوت نمی‌کرده قشون کشی دفتر. خب اون تستای اولیه رو مثلا بر مبنای عکس جلو می‌برده، 2 مرحله میمونده، تو اون 2 مرحله مثلا 5 نفر بودن. و خیلی خوبه که آقای جعفری نمیگه من از میان 300 من چیزی که یادمه، حتی یادمه که دورخونی بود، یعنی دورخونی بود و اصلا جلسه اول من یهو وارد دورخونی شدم. اصلا من یادمه همه نشسته بودن، همه اون اصلی، همه اون بازیگران اصلی، مثلا تا جایی که خیلی خوب یادمه مثلا خانم آدینه رو کامل یادمه که نشسته بودن
و من اصلا رفتم و وسط دورخونی من گفت بخون این تیکه رو، خیلی با مهربونی من گفت این تیکه رو بخون و من خوندم. آره. این در اون همون صداات بود. قبلش حس محوره، درسته؟ آره. بعد اصلا دیگه اینا واقعا باید همینطوری باشه دیگه، نه وقت خودتو بگیری، نه وقت دیگران رو تلف کنی، نه به بعضیا امید واهی بدی. تصمیم تو بر اساس هوشت به عنوان کارگردان میتونی بگیری و بازیگر مورد نظرتو دعوت کنی. اگه عالم باشی مثل آقای مرجویی، معمولا هر 10 تا تیری که میزنی 9 تاش به هدف میخوره. تو کار عطاران چجوری بود؟ از من جای شما بپرسم. یه پورشیرازی هم میخوای تا تو بحثه بگی. آره. بعدش من آقای پورشیرازی میگم خب بعد از مهمان مامان فکر کنم یه بار سر چه خوبه که برگشتین افتخار داشتم کنارشون باشم دیگه. از اون تایم به بعد خب قسمت نشد ببینمشون یا صداشون رو بشنوم. من جنگل آسفالت که پخش شد اصلا انتظار نداشتم ایشون مسیج بده به من. یعنی یه بزرگی ذاتی، یه بزرگی کرد. حالا میگم این کاری که کردن خب یعنی همیشه تو ذهنم هم میمونه و یاد میگیرم که چقدر میتونه انرژی یه بازیگر بزرگ به یه بازیگر جوان برسه و کمک مسیر کنه. بله. یعنی من وقتی ایشون از خواب بیدار شدم مسیج ایشون رو دیدم لذت بردم. یعنی بیشتر انگار که اصلا خستگی از تنم رفت. گفتم حسن پورشیرازی به من مسیج داده، منو تایید کرده. این خیلی برای من جذاب بود. این همون چیزی بود که می‌خواستم بگم. متهم گریختم تا جایی که یادم آقای عطاران مهمان مامان رو تو جشنواره دیده بودن و فکر می‌کنم فکر می‌کنم اگه درست بگم جشنواره سال 80 یعنی بهمن 83 اکران شد. من فکر می‌کنم که مثلا متهم گریخت 84 شروع شد، یعنی خرداد 84 اگه اشتباه نکنم کار کلید خورد که از طریق همون فیلم در واقع منو دیدن. بعد اون موقع خب خیلی تلویزیون نگاه می‌کردن، خیلی، یعنی مردم هر سریالی پخش می‌شد که نگاه می‌کردن، یه سری سریالا رو خیلی بیشتر نگاه می‌کردن. یعنی شما وقتی کار می‌کردی با تلویزیون قطعاً شناخته می‌شدی، ولی خب با یه سری کارا واقعاً دیگه بولد می‌شدی. بله اینم جزو همون کارا بود. و یه سری خاطره بگو برامون از اون کاره ایشالله که یادت باشه از متهم گریخت. من خاطراتی که یادمه در واقع از آقای گرجستانیه، خدا رحمتش کنه. روش شد. خیلی آدم شریفی بودن. من پدرتونم بودن توی بله سری. بله. یعنی بیشترین خاطره که من دارم از ایشونه. خیلی آدم، ایشون هم جزو همون آدمای خیلی خوبی بود که من توی این سالها توی سینما باشون کار کردم. من آدم خوبا خیلی خوب تو ذهنم میمونه. خیلی بله بله. چون میگم شرایط کاری خب چون به هر حال توی گروه آدمای مختلف با فرهنگ‌های مختلف، قشرهای مختلف، سنای مختلف هستن، شاید واسه یه بچه سخت باشه که بتونه در واقع با همه اینا ارتباط بگیره یا اصلا بلد باشه که ارتباط بگیره که کار خودش رو راحت کنه. پدریه رو حس می‌کرد. آقای گرجستانی این کارو برای من راحت کرد. خیلی تحویلم میگرفت. یعنی بخوام بگم خیلی تحویلم میگرفت. اصولا خب آدم گرمی بودن، آدم صمیمی بودن، خیلی آدم شیکی بودن، خیلی شیک بودن. و خب منم از همون بچگی کلا اگر از یه نفر پالس مثبت میگرفتم یا خوشم میومد قشنگ مشهود میشد، اصلا تو صورتم میومد. اصلا بچه‌ای که مشهود شه دیگه. آره آفرین. آره. آقای گرجستانی جز اون آدمایی بود که دیگه تو صورت من مشهود بود که از ایشون خیلی خوشم میاد و خیلی هوامو داشتن. خود آقای عطاران هم البته همینجوری بودن. انقدر کار کردن باشون ساده و در واقع انسانی و درست حسابی بود که به من سخت نگذشت واقعا اونجا، علیرغم اینکه کار سختی بود. یه صحبتی آقای مدیری کردن پیروز، یه مصاحبه‌ای داشتن و گفتن که سبک کاری آقای عطارانو من تایید نمی‌کنم چون که کاراشون خیلی چرکه. من سعی می‌کنم که خیلی منظم کار بکنم. مدیری خوشش اومده از این نظری که یه بار یه سالی داده، گاهی وقتا اینو خودش باز نشد. شما نظرتون چیه به لحاظ حالا فنی؟ ولی من فکر می‌کنم خیلی کاراش ملموس عطاران. خود علیرضا جعفری که ما مثلا میگیم خوش شانس بوده، مهرجویی، بعد عطاران، پور احمد، دیگه من آقاشو نمیگم. واقعا ببین شما شاید تکراری باشه، شاید مثلا قبلش قیچی کرده باشی اولین بار گفتش، یه پسری که خوشگل نیست از یه طبقه اجتماعی که اصلا قرار نی برای بچه‌شون هزینه کنن. بله. خب این قاعدتا سر داده میشه میفته تو متهم گریخت، تو بهمان بله بله کاملا موافقم. یعنی این یه محاسبه پروردگاریه برای این آدم.
همشون نمیشه به حساب خوششانسی گذاشت. همین آقای گرجستانی که من الان تا مرز گریه براش پیش رفتم و هرگز ندیدمش از نزدیک، هیچ موقع تلفنی هم باهاش صحبت نکردم. بازیگری مثل پورشیرازی، آقای پورشیرازی تعلق خاطری به اون مفهوم نداره به هیچ چی. واسه همینم رسما سر آمده. و امروز بعد 20 سال مثلا من میفهمم که آقای پورشیرازی مثلا شما رو برده اونجا. و اگه نمیگفتی شاید واقعا 100 سال دیگه هم نمیفهم. خودش هم نمیگه. این تیپ آدما بهتره طبقه هم بذاریم کنار. این تیپ آدمایی که با شما و شما با اونا میتونیم بجوشیم. نه اصلا ما زندگیمون بیشتر شبیه شبیه کارهای اون. آقای آقای عطارانه مدیری تا آقای آره. مدیری. خود مال آقای آقای مدیری هم خیلی دوست دارم. نه آره اصلا اون که 100%. ولی خب به قول آقای بحرینی گرما و صمیمیت و اونا ببین شما میتونی فرهادی رو دوست داشته باشی، حاتمی کیار هم دوست داشته بله. باشی، ملا قلی پور که وظیفت دوست بله داشته حتما باشی. من تو موسیقی اینجوریم، همه رو دوست آره دارم. اصلا من بفهم. کودکی ما هم مصادف شد با اون کارهای 100%. درخشان آقای مدیری، نقطه چین و پاورچین و اینی. من ببین همه اینا رو میتونی ببینی دیگه. بله. حالا شما تو کار بودی، بله. ما هم پاورچین میدیدیم، بله. ما متهمگوریخ بله. نه اصلا ایشون کارنامه‌اش به شدت درخشانه، ما هم خیلی دوستش داریم در رابطه با این یه خورده مقایسه جلوتر گفتیم. روزگار غریب هم ما میدیدیم. بله. مثلا ایرادی نداره. سکانسی موندگاره تو ذهنت از سریال متهمگوریخ که بگی بیشتر از بقیه یادمه؟ یه سکانسی بود جلوی در خونه‌مون، فکر کنم قسمت‌های اوله، که علی صادقی میاد میگه برو بگو معصومه بیاد و اینا، من یه لات‌بازی واسش در میارم. قرار نبود با اون کفش بزنه تو سر من اصلا، نه تو تمرین تو ضبط یهو زد. اصلا ریاکشن هم اگه دقت کنین الان ببینین خیلی واقعیه. اون خیلی تو ذهنم مونده، خیلی هم دیده شد اون سکانس. یهو خودش زد تو آره سرت. خودش خودجوش زد. ولی خب میگم انقدر سریال دیدنیه، نه تنها حالا متهمگوریخ، من خودم مثلا میشینم بزنگاهو میبینم یا آره. خانه به دوش رو میبینم یا خیلی از سریال کوچه عقاقی‌ها رو میبینم. اتفاقا کوچه عقاقی‌ها هم یه اپیزود بازی کردم. آره. تو ویکی‌پدیاش بود ولی من هر چی نگاه اپیزودهای کردم اوله. ندیدم. آره. دیگه مال خیلی طفولیت همه. جنگل آسفالت یه کاری بود که برای اولین بار فکر کنم که هم با عمو همکار بودی هم با زنبو. در رابطه با جنگل آسفالت هم یه صحبتی بکنیم. فکر کنم بعد از اون فصل کودکیت جنگل آسفالت کاری بود که خیلی هنرت بیشتر البته من شد. قبل از جنگل آسفالت یعنی اون دوران بلوغ که تموم شد، من شاهگوش کار کردم با آقای میرباقری که خیلی تجربه جذابی هم برام بود. جدی‌تر بود جنگل آسفالت. جدی‌تر بود، ولی میخوام بگم قبلش هم باز میگم عموم مردم شاید حالا یادشون نیاد، من سایبان برادران محمودی رو کار کردم، یه سری کارهای دیگه کردم. ولی خب جنگل آسفالت به دلیل حالا هم خود فیلمنامه همین که واسه شبکه خانگی بود و هم کسب بازیگریش، نقشم بیرونی بود. بله خیلی تجربه جدیدی شد. جدید من میگم جالب. آره آره تجربه جالبی بود. هم اینکه جلوی امیرخان بازی میکنم، خود ریما جون، و هم جلوی نوید محمدزاده، خانم زارعی. البته من افتخار نداشتم کنارشون بازی کنم تو اون سریال، و بقیه دوستانی که اونجا بودن، خانم صمدی و بقیه. خیلی تجربه جالبی بود، خیلی جذاب بود برای من. اندوخته بازیگر جوون. میگم من خیلی دقت میکنم، من به هر بازیگری که خیلی اسم و رسمی داره، الانم یه فیلم سینمایی دارم کار میکنم، حالا نمیتونم خیلی صحبت کنم راجع بهشون، گفتن نگو. اونجا هم یه بازیگر بزرگی هست، خیلی من نگاه میکنم میگم این چی در خودش داره، چی کار میکنه که مثلا 2 دهه است استار این مملکته. نوید محمدزاده هم اون ستاره‌ای بود که ما وقتی وارد دانشگاه شدیم در واقع ستاره شد در سینما. البته قبل‌ترش توی تئاتر من میرفتم میدیدم تئاتراشو، ولی سال 92 93 بود که من هنر معماری بازیگری تئاتر میخوندم. در واقع شروع درخشش نوید بود و همیشه برای نسل ما خب به هر حال یه تصویری داشتی، یه تصویری هنوزم داره و خیلی جذاب بود. شما با سابقه تر؟ نفهمیدم. نه واقعا با سابقه تر بود آخه. موقعی که شما بودی میدونی اصلا 4/5 بازیگرا الان نبود. نه من لذت بردم. ستاره دوران ابتدای جوونی ماست نوید محمدزاده. نوید محمدزاده وضعیت غریبی داری ولی تو بازیگری هم کسوت هم واقعا اصلا هم نوید محمدزاده هم تو بازی بیمت اگه رد کرده بودن بازنشسته بودم. هم امیر جدیدی تو اون نسل بچهای دهه 60
آقای هوتن شکیب و بهرام افشاری، اینا بازیگرای خیلی. حالا یه بخشی داریم که میپردازیم به رابطه خودت با امیرخان جعفری و خانم رامیفر، ولی حالا میخوایم خیلی تخصصی از نگاه یه بازیگر نگاه کنیم که چقدر بازیگر خوبیه واقعا امیر جعفری. من دوست دارم شما هم راجع به بازیشون صحبت کنیم. 20 سال اختلاف سنی داری. بله. کمتر از 20 سال. و هم کلاسی بودین شما. اردیبهشت او شهریور آره میشه. هم کلاسی بودین شما با امیرخان ما جعفری. هم مدرسه‌ای بودیم. هم مدرسه. چند سال اختلاف سنی؟ توی سنی ولی خب یه خود وضعیت درسی متفاوت شده بود و دو رشته بودیم. آره. منطقه 6 شما رفتی؟ سعیدی من مدرسه نرفتم. آیت الله سعیدی. آره. مدیرمون هم سعیدی بود. آره. نه من هنرستان چون رفتم سینما خوندم. آره شما هنرستانی بود. خب آقای جعفری هم به نظر من جزو خیلی خوباست. دیالوگش هم این دیالوگای خودش. و حالا یه اتفاقی که افتاده که حالا امیرخانم تو همین چارچوب قرار بگیره و همینطور علیرضا، اینی که باز شما میبینی آدم هم دیگه رو در ادامه راه هم پیدا میکنن. تو جنگل آسفالت امین میری بود. بله. توی برتام هست. بله. خب این سیکله برتان آره. بله. یعنی در نهایت وقتی انتخاب میشین میبینین که خیلی شبیه همین. بله. از فلز همین و اتفاقا شما جریان اصلی میتونین باشین. حالا خود امیرخان هم همینطور. یعنی نیاز به صمیمیت، نیاز به درست حرف زدن بازیگر، جای تکنیک در مثلا فیلم برداری یا فلان. خب یعنی یه خودنمایی مطلق، بازی واقعی مقابل دوربین. اونجا که نیاز باشه شما صدا میشین قاعدتاً، امیرخان صدا میشه و یه بازیگری که مثلا سوپر استار نیست و شاید اصلا هیچ موقع قرار نیست سوپر استار بشه اونم صدا میشه. بله. خب تو این قاعده میتونی مثلا مهدی حسینی نیار هم حتی بله. بگی. چقدر خوبه اون. بله بسیار. خیلی خیلی. این تیپ کاری و این مدل کاری اینجور جمع شدن به نظر من تا موقعی که از این دست پیشنهادا بگیری مسیرها رو داری درست بله. می‌ری. و امیرخان جعفری از نگاه شما تخصصی انگار که هیچ نسبت خونی با هم نداره. من فکر میکنم امیر جعفری که از حالا اون بهترین رو بذاریم کنار و اینها که ترجیح میدم صحبت نکنم که هست، این ترجیح میدم من صحبت نکنم، که از اینو میتونم بگم که یکی از محبوب ترین بازیگرای ایرانه. یعنی من اینو از برخورد مردم با امیرخان دیدم، یعنی خیلی دوستش دارن و این دوست داشتن یه بخشش خب برمیگرده به اون سابقه درخشانش توی تئاتر، تلویزیون و سینما، یه بخشش هم برمیگرده به خاطر کاراکتر خودش آره. و این صمیمیت و این منشش که هیچ ادایی توش نیست. یعنی حتی اون صمیمیت هم ادا توش نیست و این خیلی جذاب میکنه برای منم. آدم‌هایی که این صمیمیت رو دارن ولی این صمیمیت از روی رندی یا ادای این که ما چقدر خاکی، ما چقدر میفهمم چی میگی. آره این نیست، چون بعضی اینو دارن، میخوان این یک جوری نشون بدن که ما انقدر صمیمی هستیم ولی نیستن. این ترجیح من اینه که آدم سرد باشه ولی واقعا خودش باشه. امیرخان جزو اون آدمایی که به نظرم خود واقعیشه و به نظرم خیلی زندگی رو خوب فهمیده و همینم توی چشمش، توی صداش، توی فیزیکش و توی رفتارهایی که میکنه خیلی عیانه و این همینش خیلی جذابش کرد. در رابطه با این رابطه جذاب این زوجمون بگو، ریما رامیفر و امیر جعفری. خیلی رفیقن دیگه، یعنی خیلی انسانایی هستن که آدم‌ها روشون حساب میکنن، خیلی آدم‌های با معرفتی هستن. یعنی اصلا فارغ از این که من برادرزاده امیرم یا هر چیز دیگه‌ای، امیرخان بله. به نظرم خیلی انسان با مرامی، هم خودش هم خانم رامیفر، و فکر می‌کنم همین اصلا موج میزنه توی صورتشون و همین هم به نظرم دلیل موندگاریشون. حالا میپردازیم به احساسیاش، ولی ریما رامیفر رو شما بگو که واقعا به نظرم ریما رامیفر هم جزء بازیگرایی که هنوز به حقش نرسیده. نه خیلی سیده. چرا به حقش رسیده دیگه؟ خیلی موقعیت خیلی خوبی دارن، همون قدری که خواسته شده. به نظرم ریما هم خیلی بازیگر آره. چون اونم از یعنی خود ریما جون هم از یک نسلی میاد که بازیگرای درخشان دیگه ای هم در واقع تحویل داده. از نسلی میاد که پانتا و بهرام توش به هر حال درخشیده و بازیگری که بازیگری مورد علاقه منه. همون
جلوترش خب خانم پناهیا، خانم شبنم مقدمی، یعنی خود ریما جون، یعنی اینا جزو بازیگرایی بودن که هر کارگردانی میتونه بهشون تکیه کنه، اطمینان کنه و اون وجهه مردمیشون هم دارن و خیلی مردم. هر کارگردان خوبی میتونه. بله، هر کارگردان باهوشی در هست. آره، و همین اسمایی که شما می آوردین الان لفظ عمومیشه. تو اینا اصلا از داف خبری نیست. نه. اینا این باز خیلی اتفاق توی مهمه. تا دهه، به نظر من، حالا من خودم دهه 70 ام، ولی توی دهه 60 هم اتفاق افتاد. یعنی ما تو دهه 60 هم یه سری بازیگر خیلی درخشان، میگم من چون خودم اصلا بازیگری، یعنی هنرجویی خودمو بزنیم به کنار که دارم توی این مسیر میرم به عنوان یه مخاطب، مثلا تو دهه 60 هم ما توی بخش خانوما نگار جواهریان، باران کوثری عزیز، ترانه علی دوستی عزیز، یعنی اینا بازیگرایی بودن که خب ما به عشق اینا میرفتیم فیلم میدیدیم. یعنی بازیگرایی بودن که خیلی در واقع تکیه به چهره نبود و خیلی چیز بودن، یعنی خیلی در واقع تولید ستاره داشتیم، ستاره به معنای بازیگر خیلی خوب. یعنی توی بخش آقایون هم بود که هم اسپوردم هم خود آقای جدیدی که من خیلی دوستشون دارم، نوید محمدزاده، هوتن شکیب و بهرام افشاری، یعنی حتی اونایی هم که حتی سابقه تئاتری نداشتن، اگر وارد سینما میشدن به هر شکلی، به هر سبکی، سعی میکردن که یعنی خودشون رو تغییر بدن و تو این تغییر رو توشون میدیدی، تو این گعده بیان. بله، یعنی این تغییر، این شعور کاری رو توشون میدیدی. شما الان دوباره باز تولید شدی در حقیقت خودت، چون گفتی تولید بازیگر، یعنی یه بار دیگه تولید. بله، شد. امیدوارم که تولید شده باشم. یه کار طنز کردی با علی ملا اولیپور. آخ، فکر نمی‌کردم اون یادتون باشه. آره. و خیلی کار خوبی بود. چه جالب. آره، و خیلی خوب بازی کردی. قربونشون. هم شما همون آقایی که مصطفی ساسانی بازیگر خیلی خوب تئاتر بود. راجع به اون کارم بگو، چون به نوعی و اسم کارم بگی. کتونی زرنگی بود اسمش. نمیدونم. تو پار شد. آره، من خیلی نمیتونم صحبت کنم. یعنی اگه بخوام صحبت کنم خب شاید از یه زاویه دیدی بگم که فقط زاویه دید من باشه، این برداشت شخصی من باشه. من فکر می‌کنم اون کار میتونست خیلی بد موقع شد، یعنی خورد به یه سری اتفاقات اجتماعی ایران. بله. انقدر پخشش نکردن تا به اون اتفاق. خورد به اون اتفاقات و حال مردم حال خیلی خوبی نبود و چون کار کمدی بود، خیلی به نظرم کار کمدی وابسته به حال مردمه، یعنی باید خیلی خوش شانس باشی که حال مردمت چجوری باشه. و یه سریال بود سیاوش، بله، که اونم باز فکر کنم در ادامه این مسیرت بود، این باز تولیدی که آقای بحرینی میگن بود. در رابطه با سیاوش هم یه صحبت بکنیم. سیاوش هم تجربه جذابی برای من بود، به خاطر به دلیل اینکه نقشی در واقع تلاش فیزیکالی هم میخواست. من رفتم در واقع سر اون کار کشتی تا حدودی تمرین کردم، خیلی ورزش سختی هم هست. با میلاد کیمرام هم یه کشتی گرفتم. گرفتیم. بله با میلاد کیمرام عزیزم یه کشتی گرفتم. اونجا هم میگم باز فیدبک ها خوب بود، خدا رو شکر. یعنی با اینکه نقش من کلا فکر کنم تو سریال سرجم 20 تا سکانس باشه، ولی رد خوبی گذاشتی. آره، من سعی کردم هر جا که هستم واقعا اینجا خیلی برادرزاده امیر جعفری بودی. آره، اینجا آره میخورد دیگه خیلی. سیسه. آره، خیلی زیاد میخورد. ولی میگم سعی کردم هر جا که هستم تمام تلاشمو بکنم. حالا دیگه اون باقی ماجرا دیگه دست بازیگر نیست. دیدی شما اون صحنه ای که کشتی گرفتن با میلاد؟ بدنه خیلی کشتیگیریه اصلا، یعنی اصلا شما اینا دیدم. آره اصلا فکر نمی‌کنید که مثلا ورزشکار نیست و کشتیگیر حتی، یعنی خیلی خیلی میخورد بهش. آره، من خیلی تمرین سفت و سخت میخوره بهشون. آره که بعدش هم دیگه ادامه دادم. ژن ورزشه. کلا یه ذره این یه ژن گنگ بودنی دارن آقا، کلا خانوادگی گنگن. نمیدونم چه قبول میکنید. سری دوستم نگاه کردم. اشکان جان از من گنگ صدا. گنگ به مفهوم قبل برنامه علیزیا. آره. و اتفاقا آقای جعفری یه بزرگ هم خیلی علاقه زیادی به رپ دارن. من خودم هم دارم. شما خودتون هم دارید. آره. من کلا موسیقی، یعنی از سنتی، پاپ، راک، رپ، همه چی خیلی، اصلا کلا به نظرم خیلی جذاب موسیقی، ولی خب رپ هم خیلی دوست دارم و گوش میکنم. انتخابی هم داره به نظرم، این که مثلا ما تو اکرانا خیلی کم میبینیمش یا اصلا نمیبینیمش. خیلی سعی بر نبودن داره که به نظر من اصلا هم غلط نیست. میخوام بدونم که پشت این نبودنه چیه؟ خیلی کاراکتر برمیگرده به کاراکتر شخصی. من خیلی آدم این که محیط امنی که دارم و دوست دارم، حالا میتونه خوبم نباشه، خیلی دوست ندارم از اون محیط امنی که دارم خارج بشم. یعنی ولی قبول داری جزو
یک بخشی از دلیلی نمیبینم. بازیگری. میبینی مثلا میگم فلان جشن، میگم خب من برای چی باید بیام الان اونجا وقتی مثلا فلان کارو ندارم، یا مثلا چه میدونم پیشکسوت چیزام نیستم، مثلا آقای پرستویی نیستم که مثلا برم اونجا بگم پرویز پرستویی اومده یا مثلا فلان اومده، برم اونجا مثلا 4 تا عکس بگیرم، کت شلوار بپوشم 4 تا عکس بگیرم. برای من جذاب نیست. یعنی سعی میکنم که جذاب نخواهد بود. نه نخواهد بود، مگه اینکه کاری داشته باشم، یعنی در اون جشنواره یا در آورده ای داشته. آره در اون جشن باید مثلا یه اثری دارم از خودم که لازمه برم. در غیر این صورت دلیلی نمیبینم اونجا باشم. چقدر حرفه‌ای فکر میکنه. چون ما الان یه سری بازیگر خیلی داریم. خوبه این فکره. آره نه، آخه یه سری مثلا- بازیگر داریم همیشه همه جا تو اکران و هستن. این اتفاق بد میفته براشون به نظر من که تو اسم طرفو شنیدی اما نمیتونی یه کار ازش بگی. یعنی میگم فلانی من اسمشو میشناسم، قیافش هم میشناسم، اما میگم خب کجا بازی کرده، مثلا چه کاری ازش تو ذهن منه. این اتفاقو این گارده حالا یک رقم بزن. حال ویژه‌ای بهش داده. آدم مبتذل سراغش نمیره. خب آفرین. یعنی تو این کمدی سخیفا کمترین پیشنهاد میگیره. خدا رو چون شکر. دم دستی نیاره. یعنی آزاری که میبینی کمتره. آره. یه خورده دچار شرم نیابتی میشه اگه برم. آره چون اگه بری مثلا آره. حرکت هم بکنی میگه مثلا فلانی بیا این برام روله خوبه. به کمدی نگاهت چیه کلا؟ خیلی من دوست دارم. من فیلم مورد علاقه مثلا، البته آقای بهرانی مطمئنا بهتر میتونن توضیح بدن، کمدی خالی نیست فارست کامپ، درسته؟ نه نیست. جزء کمدی خالی تقریبا اگه بخوای فکر کنی هیچ اثر خوب کمدی خالص نیست. بله. تا همون سکانسی که میره بالا سر در واقع قبر زنش تام هنگس خودش که اصلا یه مثلا فیلم مورد علاقه من فارست کامپه. این خب یه بخش خیلی زیادیش کمدیه. بیشتر دوست دارم کمدی رو ببینم. حالا اگرم بهم پیشنهاد بشه ببینم کنار کیام، چون من خیلی برام مهمه که کنار کیا باشم. ببینم کنار کیام، میتونم برم اونجا یاد بگیرم. آره تو کمدی کنار کی بودن خیلی مهمه، چون خیلی ریسکه. بعد ما چون اصولا آدمای طنازی هستیم، زمین بازی و یه وقتایی تغییر میده. بعد خیلی چیزه، یعنی یهو اصلا شاید بری به یه سمت و سوی دیگه. همینو میگم آره. دیگه. بری به یه سمت و سوی دیگه که اصلا شغل پیش تو عوض اومده. کنی. آره. آره بری یه جا تبدیل دیگه. به عموشی. بری یه جا دیگه. مهد کودکا. آره. ولی خب دوست دارم. اصلا همه ژانرها رو من خیلی دوست دارم. و بازیگری هست که خیلی تحت تاثیرش باشی، چه ایران چه دنیا؟ بازیگران زیادی هستن که خیلی دوستشون دارم. ولی اینکه تحت تاثیر باشم نمیدونم، شاید تو ناخودآگاه هم تحت، ولی تو خودآگاه هم میدونم نه. ولی بازیگرایی هستن که خیلی دوست دارم ببینمشون. ببینیشون. اصلا دوست دارم ببینمشون. یعنی من مثلا نزدیکم میبینم ذوق میکنم. این آدمایی که تو این حرفه نیستن یا خوشون بازیگر مثل هستن. کی؟ همون مثلا دقیقاً. من دوست دارم شهاب حسینی رو ببینم. خیلی برام بازیگر. نیدیش اصلا. چرا؟ یه بار دیدم بعد جرئت نداشتم خیلی مثلا هی وایسادم یه گوشه. خیلیا مثلا شهاب حسینی هست، حامد بهداد هست، خود آقای حجازی فر هست، من خیلی دوستشون دارم، خیلی زیاد. خیلی خودشه ها. نه خیلی خودشه. آقای حقیقت دوستم خب سر برتاب یه تجربه خیلی لذت بخش با هم دیگه داشتیم. ایشون هم مثلا جز آقای حمیدیان، بابک حمیدیان خیلی دوست دارم. توی خانم ها مثلا خانم آدینه رو خیلی دوست دارم، خانم پانتو بهرام رو خیلی دوست دارم، خانم پناهی ها رو خیلی دوست دارم، خانم مقدمی، ریما رامین فر. توی آقایان امیر جعفری جا انداختم، فارغ از اینکه برادر زادشم خیلی دوستش دارم. توی خارجی هم دنزل واشنگتن رو خیلی دوست دارم. توی خانم ها هم به لحاظ ظاهری خانم اسکارلت جانسون، به لحاظ بازی هم خانم مریل استریپ رو خیلی دوست دارم. و اینکه فیلمی بوده این چند وقته رو پرده ببینی و کیف کنی؟ بله این چند وقت فکر کنم واسه 2 سال پیش بود فکر میکنم. جنگ جهانی سوم آقای سیدی و آتابای. اینا رو دوست داشتی؟ خیلی دوست داشتم. بیشتر از بقیه. بله یه فیلمم اخیراً دیدم، ارزش عاطفی، حالا نمیدونم انگلیسیش میشه، فیلم نروژی کارگردانش که مثلا اونم خیلی دوست داشتم. موفق شده. بله خیلی فیلم جالبی بود. اونم خیلی دوست داشتم. سینما این مورد علاقت نمیشه با این فیلم فهمید چیه. میگم مثلا من کلا نمیشه. هیچ نه موسیقی، چیز نه مشخصی سینما. ندارم. یعنی مثلا از نظر من جذابیت یه آدم، مثلا میگم فلانی خیلی جذابه، بعد میگن این مثلا خانم جذابه، مثلا همه با تعجب بهم نگاه میگم آره دیگه جذابه از نظر من هست. یعنی معیار مشخصی ندارم. توی موسیقی هم همینجوریه، توی در واقع بازیگرایی که دوستشون دارم هم همینه، توی ورزش هم همینجوریه، فوتبال هم همینجوریه.
برق چش تو مهمان مامان برای ما شما لطفا. عزیز شدی. آره و خیلی خوشحالم که بدنه رو نه تنها حفظ بلکه ساخته و پرداخته کردی. این بدن قطعاً به کارت میاد. تو انتخاب رول تنها توصیه‌ای که میتونم بهت بکنم اینه که نذار جنوب شهر و حومه تهران و فقر بهت مسلط شه. بله حتی اگه لازمه نپذیر. بله حتما همینجوری. آره و بیا یه خورده به سمت یوسف آباد بیا مرکز شهر. یه درسی بخون. حتما ان بعد از آره. برت حتما این اتفاق میفته. آره حتما این اتفاق میفته و امیدوارم که یعنی خودم چیزی که تو ذهنم هست اینه که با کارگردانی که خیلی دوستشون دارم حتما یه سری تجربه ها رو انجام بدم. دوست داری اسمشون رو بیاری یا نه زیادن؟ زیادن. چون با خیلی خوبا کار کردی گفتم شاید نسل جدید که من نمیتونم آره. بگم نسل جدید ولی نسل جدید از نظر سینما خب من آقای سیدی رو خیلی دوست دارم. متوجه شدم. بله خیلی دوستشون دارم. همین الان وحشی بیننده پراپا قرص وحشی ام. خیلی خوبه. آره آقای سیدی خیلی دوست دارم. سعید روستایی رو خیلی دوست دارم. آقای مهدویان رو دوست دارم. آقای نیما جاویدی رو دوست دارم. من فقط یه دلم میخواست چون به هر حال یه چیزی رو تجربه کردم در یک دوره از زندگیم که خیلی از بچه‌های هم نسل خودم دارن تجربهش میکنن و خب تو این چند وقت هم خبر فوت چند تا از بازیگرای تئاترمون رو ما شنیدیم که حالا دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه، من ورود نمیکنم. من امیدوارم، من چون تنها چیزی که همیشه از خدا خواستم از من نگیره یکی عشق به خودش، یکی امیده. امیدوارم که نسل من امیدوار بمونه. امیدوارم تمام بچه‌هایی که زحمت کشیدن، تئاتر خوندن، سینما خوندن، خاکخوری کردن، پول تو جیبشون نبوده اما با هزار زحمت کتاب خریدن، فیلم دیدن، حرف شنیدن، تحقیر شدن، امیدوارم همه اینا از صمیم قلبم میگم، حالا برای من شرایط تا یه جایی مهیا بود به واسطه خیلی چیزا که باز اون چیزی که از بیرون دیده میشه در درونم خیلی اونجوری نبوده، ولی حالا به واسطه حضور خانوادگی، حضور خودم از کودکی یه سری چیزا مهیا بوده. امیدوارم این شرایط برای بچه‌های درجه یک کشورم، برای بازیگرایی که میتونستن جای خیلیا باشن الان و نیستن، به نامردی نیستن، بشه. و امیدوارم این خشم، این ناراحتی، این تحقیر شدن همه تبدیل به یه انرژی بشه و یه روزی در واقع به اجرا در بیاد روی پرده سینما، روی صحنه تئاتر، روی صفحه تلویزیون.